حالا ما قرار داریم در محله نوبنیادی ناحیه باباجان غفورов. ساکنان این محله شکایت از آن دارند که سال 2011 این جانب آنها به برق و آب زندگانی میکنند. آن آبی که آنها خریداری میکنند همگی 100 سومانی ارزش دارد که برای زندگانی آنها بسیار ضرر میرساند. ساکنان محله نوبنیادی جماعتی دهاتی ددبای خالمطوی ناحیه باباجان غفورов به تلویزیونی تنین از نبودن برق و آب در محله اشان شکایت کردند. به گفته ساکنان این محله آنها سال 2011 این جانب به برق و آب زندگی میکنند و راههای ویرانه محله ساکنان را ناراحت میسازد. به گفته ساکنان سکای دایدو و بخانه در محله اشان زیاد هستند. نه سیوی داریم نه آب داریم. یکم ماشین دوی ماشین که کوچکوی وحشی شد. سعی ماشین که همین تا ساله که همین 4 سال 5 ساله که من دیشن خودم زندگی کردم شرایط جو وزمین. حالا چند بار ما حکومت رفتیم نقضی به سال رحمت نه گفتن نه که وعده دادم وعده های خشک خالی دادم نخو مورم تو این درجه ناامید شویم که همین مثال آدما وعده میده انسان میگه ما پیام را قبول نمیکنم تا که ما همین خیلی کنیم یه بار بیان هم تو وقتی اینجا ما گفتگی و کپریتیونی می اونجا کپریتیونی می چه کراچی نرخی قیمت که ما اینو گفتگی همون انداز میکنید پول میسپریم وقتی اینجا پیشگی میسپریم سونی سویتومای در میگران نشد در نمیگرانن بچه‌ها ما چون میکنن بچه‌ها ما فنری که چشم درس تطور کرده چشمشون درد میکنه دکتر برویم ندیده نه این دارو اون کارو مینویسد و دارو هم یک جوش به فایده شه یک جوش به زیان شه تو این درجه نمیشه آدم زود اشرپова سوریا استقامت کننده محله مذکور بوده میگوید که سال 2011 این جانب در همین محله زندگی میکند. او نیز میگوید که از نبودن آب در محله اشان تنقیصی میکشد. هفته 2 مرتبه به محله اشان ماشینی آب میآید و ساکنان با ارزش 100 سومانی آب نوشاکی خریداری میکنند. آب ما میخریم پیش 25 سومون بود از 100 سومونش دیگه 15 16 روز به یک روز بهار آب خودم رسا چطور و میخریم وقتی 2 3 روز پیش تلفن میکنیم سونی وقت 2 ساعتمون میرسد آماده میگن. از سال 2020 این جانب زواده به استقامت کنندگانی محله نوبنیاد برق میداد. بنا به گفته ساکنان محله مذکور دادن برق به محله نوبنیاد بر ضرر این زواد بوده. آنها دیگر شرایطی به محله برق دادن را ندارند. ساکنان محله نوبنیاد چند مرتبه به حکومت و مسئولین جماعتی ددبای خالمطوف مراجعت کردند. با گفته مسئولین مشکلات این ساکنان به نزدیکی حل خود را خواهد یافت. مسئله تامین آب نوشاکی و قوه برق امین محله نوبنیاد به نقشه گرفته شده تا امروز و آینده مرحله به مرحله به نقشه گرفته شده است و البته در روزهای نزدیک حل خود را می‌یابد. در محله نوبنیادی جماعتی ددبای خالمطوف حالا زیاده از 50 عائله زندگی میکنند. روز تا روز معمای برق، راه و آبی این محله برایشان معماها را ایجاد میکند و آنها امید دارند که روزهای نزدیک این مسئله ها حل خویش را مییابند و مسئولین به داد ایشان میرسند. گزارشی صبرینا سنگینه و جمشید زاده جهانگیر برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.